سلام، من عارف هستم و اینجا الکترو فیوچر. تو این قسمت میخوام بهتون یه پروژه خفن ولی خیلی راحت رو آموزش بدم. ساخت دوربین جاسوسی که حتی توی یه مشت منم جا میشه، که باهاش میتونید تصویر رو به صورت لایو ولی لوکال ببینید. فقط تحت شبکه این دوربین کار میکنه. ما نمیتونید تصویر رو به صورت اینترنتی فقط با این ببینید. اونم راههای خودشو داره که قطعا تو آینده بهتون آموزش میدم، اما فعلا فقط تحت شبکه میتونیم تصویرمون رو داشته باشیم. شاید ابعادش برای دوربین جاسوسی یه ذره بزرگ باشه، اما با همین ما میتونیم ابزار جاسوسی خودمون رو بسازیم. تا انتهای ویدیو همراه هم باشید تا ببینید چجوری میشه. حالا برای ساختش چی نیاز داریم؟ یه برد ESP32 کم از ایناست. این یه تیکشو من چسب زدم که این دوربینش لق نزنه. این چیزیه که هست. یه باتری لیتیومی به عنوان منبع تغذیه همون ESP32. یه ماژول شارژ پاور بانک، یعنی ماژول پاور بانکی که هم بتونیم ازش خروجی 5 ولت بگیریم، هم باش باتریمون رو شارژ بکنیم. ماژول پاور بانکی اولش این شکلیه. این پورت USB شو باید جدا کنین، از این دوتا پایه خروجی بگیرین. اینو که جدا کنین، دوتا پایه، یکی نوشته V میشه مثبت، یکی نوشته G میشه منفی. اون دوتا رو باید بدیم به 5 ولت و GND ESP32 کم. این دوتا قسمت هم که B مثبت و B منفی وصل میشه به مثبت و منفی باتری لیتیومی. اینجوری ما خروجی 5 ولت رو از این میگیریم برای راه اندازی ماژول، باتری رو هم باهاش شارژ میکنیم. حالا اینم میتونید نذارید، پایه ها رو مستقیم وصل کنید به ESP32 کم. باتری هم که خب هر چقدر کوچیک‌تر باشه در واقع دستگاهتون کوچیک‌تر میشه، ولی خب مدت زمانی هم که روشن میمونه کم میشه دیگه. مثلا این باتری قشنگ الان سایز اینه، نگاه کنید چقدر قشنگ فیت میشه داخلش. ولی خب اینی که من استفاده کردم 1500 میلی آمپره، این 400 میلی آمپره. مثلا اینو نگاه کنید، اینم فکر کنم 250 میلی آمپر بشه. خیلی کوچیک و جمع و جور. این گوشه هم حالا میتونید مورب همون ماژول شارژ رو بذارید، خیلی دیگه کوچولو و جمع و جور میشه، ولی مدت زمان روشن موندنش کم میشه. یه دونه هم که کلید میتونید برای روشن خاموش کردن دستگاه بذارید وسط مدارتون دیگه. حالا چه از این کلیدای کشویی، چه از این کلیدای راکر، از این هم میتونید برای روشن خاموش کردنش استفاده بکنید. بذارید مثلا وسط سیم مثبت که از ماژول پاور بانک میاد به 5 ولت در واقع ESP32 کم. این هم از این. بریم سراغ پروگرام کردن برد. برای اینکه ما بتونیم این برد رو پروگرام بکنیم دو تا راهکار داریم. یکی این که از اینجا میذارم عکسشو، پروگرامر ESP32 کم استفاده بکنیم. در واقع یه شیلدیه که ESP32 کم میره داخلش، بعد اون خروجی USB داره که مستقیم وصل میشه به سیستمتون و میتونید باهاش ESP32 رو پروگرام بکنید. یکی دیگه از راهاش اینه که بیاید از یه مبدل FTDI که USB رو تبدیل به سریال TTL میکنه استفاده بکنید. من از این استفاده میکنم. چرا؟ چون با شیلده حال نمیکنم، به خاطر اینکه اون شیلده 3 برابر این قیمت داره و فقط باهاش میشه اینو پروگرام کرد. هیچ ماژول دیگه رو نمیشه فکر کنم باهاش پروگرام بکنید، مخصوص اینه. ولی من با این FTDI میتونم 1000 تا برد دیگرم، حالا 1000 تا که فکر کنم یه ذره زیاده، 100 تا برد دیگرم پروگرام بکنم. پس از این استفاده میکنم. 4 تا سیم اضافه میرم استفاده میکنم و وصل میکنم. یه ذره سخت‌تر از شیلده، ولی خب به نظرم ارزششو داره. حالا نحوه اتصال اینا چجوریه؟ ببینید این 6 تا پایه داره.
برای پروگرام کردن ESP32 کم ما 4 تاشو لازم داریم: GND، VCC، TX و RX. GND رو وصل میکنیم به IO 0 ESP32 کم. IO 0 رو پیدا میکنیم، اینجاست، وصلش میکنیم بهش. GND رو وصل میکنیم به 5 ولت ESP32 کم. بعد نگاه میکنیم سیم آبی وصل شده به TX رو وصل میکنیم به ببخشید U0 R اینجا. این آبی و بنفش برای این آبی و بنفش برای تبادل اطلاعات. بنفشم که قطعا باید RX باشه وصل میکنیم به U0 T. اصلا نگران این اتصالات نباشید. اگه یادتون رفت من نقشه اتصالاتش رو داخل کانال تلگرام میذارم. آدرس کانال تلگرام هم داخل دیسکریپشن هست. حالا که اینا رو انجام دادیم، این ور یه دونه USB داریم، اینو وصل میکنیم به لپتاپ. کار کردن با آردوینو آیدی رو که دیگه همتون بلدین. اگه بلد نیستین لینک ویدیو آموزشیش رو این بالا میذارم. اگه دوست داشتین بریم ببینین تا متوجه بشین که دقیقاً چجوری باید بورد و پورت مناسب رو انتخاب بکنید. خب الان ESP32 کم من به دستگاه وصله. وارد فایل میشم، examples ESP32 کامera وب سرور رو باید باز کنم. برای این که شما وقتی میاید داخل examples ESP32 رو اینجا ببینید، 2 تا نکته رو باید حواستون باشه. یکی این که اول ESP32 کمتون رو به سیستمتون وصل کنین، بعد بیاین اینجا. 2 این که نسخه پشتیبانش رو نصب کرده باشین از قسمت پریفرنسز که من لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون میذارم. اما اگه بلد نیستین دوباره میگم برید آموزش نرم افزار آردوینو رو ببینید. این 2 تا نکته رو که رعایت کنید ESP32 اینجا هست. از اینجا وارد کامera میشیم و از کامera وارد کامera وب سرور. دیگه این پنجره قبلی رو میتونیم ببندیم چون پنجره جدید برامون باز میشه که یک کد آماده است و شما فقط اینجا باید اسم وای فایی که میخواید دستگاهتون بهش وصل بشه رو وارد کنید و داخل پسورد اون وای فای رو وارد بکنید. اینم خیلی ساده است. و میایید داخل تب سوم این قسمتی که رنگیه رو 2 تا بک اسلش پشتش میذارید که کامنت بشه. میایید پایینتر اینجا نوشته مدل AI Thinker. 99% ماژولایی که داخل بازار ایران هست برای ESP32 کم از این مدله. 2 تا بک اسلش پشتش رو پاک میکنید که این مدل در واقع کد گذاری بشه و روی بردتون آپلود بشه، نه مدل‌های دیگه. اونو پاک میکنید، اینو فعال میکنید. اسم وای فای، رمز وای فای و از قسمت تولز سریال مانیتور رو که باز بکنید اینجا الان من دکمه ESP32 کم رو یه دکمه ریست کوچیک پشتش داره، اگه نگاه بکنید یه بار فشار میدم، اینجا برای ما مینویسه waiting for download. این که اومد، حالا ما میتونیم کدمون رو آپلود بکنیم روی ESP32 کممون. خب الان ESP32 ما پروگرام شد. حالا باید یه 5 ولت بهش بدیم. من میذارمش اینجا که 5 ولتش رو بگیره اینجوری. خب روشن شد. الان میره میگرده وای فایی که من بهش معرفی کردم و پیدا میکنه، بهش وصل میشه و یه آی پی بهش میده. یعنی دستگاه در واقع یه آی پی به این میده. حالا فرقی نمیکنه، ما اون آی پی رو الان لازم داریم که توی یه مرورگر بزنیمش. من هات اسپات این گوشی رو به عنوان وای فای بهش معرفی کردم، یعنی اسم این در واقع گوشی رو بهش دادم با رمزش. میام اینجا داخل تنظیمات، کانکشنز، موبایل هات اسپات من روشن هست. اگه نبود که قاعدتا باید روشن کنیم دیگه. اینجا دستگاهی که بهش متصل هست رو نشون میده. خب
دسکتاپو که کاری ندارم، سیستممه ESP32، حالا بعدش هم مدلشو نوشته. بازش میکنم، این قسمت دکمه اینفو رو میزنم، یه آی پی آدرس داده 10.161.31.83. اینو باید توی یه مرورگر بزنم. میام اینجا 10.161 همین بود 31.83 31.83. پایین که بیام نوشته استارت استریم. خب الان تصویر رو به ما میده. همینجوری که میبینید این دوربین داره همه جا رو برای من راحت به صورت لایو رو گوشیم نشون میده. حالا بهتون گفته بودم که میتونید اینو ابزار جاسوسی کنید دیگه، درسته؟ و گفتم که این یه ذره بزرگه. حالا من اومدم چیکار کردم؟ کاری که من کردم اینه. اینو خاموش کنم. این قوطی آدامس، درسته؟ هر کی ببینه فکر میکنه آدامس، ولی از نزدیک که بهتون نشون بدم اینجا یه سوراخ هست. لنز دوربین رو میبینید داره انعکاس نور میزنه. این همون دوربین ESP32 منه که اینجا جاسازش کردم. درش هم باز میشه، از اینجا شارژش میکنم. این هم دکمه روشن و خاموششه، اون ESP32. این برم یه دونه باتریه. این هم روشن کنیم ببینیم چجوریه. روشن شد. آره چراغش روشن شد. درش هم میبندم. تازه میتونم توش آدامس هم بذارم روی میشه. خب بریم ببینیم که آی پی این چیه. الان درست شد. این جدید است که وصل شده. آی پی که به این داده 10.161.31.176. این آخرش فقط فرق میکنه. من همینو میزنم اینجا، آخرش میزنم 176. خب حالا کافیه که اینجا بیام چیکار کنم؟ استارت استریمو بزنم. بفرمایید. اینم دوربین جاسوسی. تصویر همه جا رو با یه قوطی آدامس دارم میگیرم. جالبترش میدونید کجاست؟ نور LED رو اگر اینجا بیام زیاد بکنم این قوطیه روشن میشه. به عنوان یه ابزار دکوری هم میشه ازش استفاده کرد. داخل اینا یه ببینید یه LED کوچیک داره ولی قویه. این هم میتونید از طریق همین وب اپلیکیشن کنترلش بکنید. حالا دیگه تنظیمات زیادی داره، میتونید بیاید کیفیتش رو کم و زیاد بکنید، سرعت تصویر برداریش رو کم و زیاد بکنید، جلوه بهش بدید، کنتراست و برایتنس و اینا رو میتونید از اینجا کم و زیاد بکنید که حالا دیگه خیلی تایم ویدیو طولانی میشه بخوام اینا رو همه رو من توضیح بدم. اینم از آموزش ساخت دوربین جاسوسی با ESP32 کم. امیدوارم بسازید و ازش لذت ببرید، ولی جاسوسی نکنید، زشته. این ESP32 کم خیلی قابلیت‌های دیگه داره و خیلی پروژه خفن دیگه هم میشه باهاش درست کرد که قطعاً تو آینده این کارو میکنم و آموزشش رو براتون میذارم. پس حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که ویدیو جدیدمو از دست ندید. نقطه نظراتتون رو کامنت کنید و ویدیو رو هم اگه دوست داشتید لایک کنید. خیلی مخلصیم. خداحافظ.